سلام تماشابینان عزیز، در مهمانی ما فرهاد بزلی است، آوازخوان کردزبان که در سالهای اخیر معروفیت زیادی پیدا کرد. فرهاد جان خوش آمدید به برنامه. سپاسگزارم، ممنونم از شما. امروز در مراسم تقدیم جایزه بیگ اپل اوارد شرکت داره. این جایزه برای شما چه معنا داره؟ این اولا سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا، مخصوصا در تاجیکستان، عزیزان فارسی زبان. امیدوارم که همتون سالم و تندرست باشید. بله، خوشبختانه برای اولین باره که از طرف کلن بگیم از طرف کرد کسی به نمایندگیشون در این آوارد شو شرکت میکنه، ولی خوشبختانه من خدا را شکر میکنم که قسمت شد و این رای روی من افتاد برای اولین بار و من در این برنامه شرکت کردم. تماشابینان توجیک شاید کمتر بدونن، میشه چند جمله درباره ختام بگید که کجا به دنیا آمده؟ بله، کجا من کار میکنی؟ ملیتم ایرانیه، در غرب کشور ایران در شهر سرپل ذهاب که در توابع یک کوه بزرگی هست به نام دالاهو، اونجا به دنیا اومدم و کرمانشاه بزرگ شدم و مدت چند سالی هم هست که اروپا زندگی میکنم، ولی خب خیلی هم علاقه به تاجیکستان دارم و فکر کنم در آینده نچندان دورم برای ضبط 2 از موزیک ویدیوام بیام تاجیکستان و اونجا انجام بدم. از خواننده‌های تاجیک آیا با کسی آشنایی داره، شناختی داره در باره؟ عرض کنم خدمت شما در رابطه با تاریخ و موسیقی و مسائل تاجیکستان، مخصوصا در مورد صنایع دستیش، پارچه ها و کارهایی که داره در تاجیکستان و رقصنده های خیلی معروف و هنرمندای بزرگی داره، اطلاعات زیادی دارم در مورد تاجیکستان و کشوری هم هست که خیلی دوستش دارم. مردمان خیلی خوب، مهربان، دلپاک، خیلی انسان‌های درستی هستن. من دوست دارم همیشه به این کشور سفر بکنم، برم اونجا. ولی خب در رابطه با تاجیکستان در مورد هنرمنداش، خب میشناسم هنرمنداش، از جمله امشبم فکر کنم خانم شبنم اینجاست که از طرف به نمایندگی تاجیکستان اومده. خیلی هم خوشحالیم، خیلی خانم هنرمند و با اخلاق و خیلی هم مهربون و هنرمنده. ضمن شبنم چند ترانه هم داره که ریشه‌های کردی داره. بله دقیقاً، بله کاملا اینو میدونم، کاملا ریشه‌های کردی داره. خب طبیعتاً چون که موسیقی کردی یه مقداری خیلی تاریخ کهنی داره، طبیعتاً خیلی از کشورهای اطرافم از نوا و نوع موزیک کردی رو در موزیک خودشون جا دادن و همچنین کردی هم جا داده در کشورهای دیگه و همینجور قاطی شده. زبان دیگه، زبان و فرهنگ ملت هاست، از ریشه یکیه، از بالا از لحاظ زبان تقسیم شده. من همیشه برای افغانستان و تاجیکستان و جایی که فارسی زبانن، اصلا اصطلاحی که خودم به کار میبرم بهشون میگم هموطنان تاریخی من، یعنی هیچ وقت اینا رو من جدا نمیدونم، چون که وقتی که تاریخ میخونیم میبینی همه یکی بودن و فقط دیگه به مرور زمان مرزها گذاشته شده، دیوارها گذاشته شده، افغانستان درست شده، تاجیکستان درست شده، کردستان درست شده، ایران درست شده، ولی خب در اصل هممون یکی هستیم دیگه، همین که همدیگه رو میفهمیم خودش کلیه. در بین مخلصاتون هستن بچه‌های تاجیکی مثلا نامه بنویسن؟ بله، من کارمند دارم از بچه‌های افغانستان، البته همشون سرور من هستن، بچه‌های خوب از تاجیکستان، از ترکیه، از تمام ملیت‌ها من در تلویزیون من کار میکنن، چون که من 3 تلویزیون دارم و همشون در تلویزیون من کار میکنن. خیلی هم بچه‌های خوب و مهربان و با شرف و با خدایه. و چی کارهای نوی روی دست داره از فرهاد بزلی؟ بله، من تا حالا نزدیک به 10 کلیپ، 10 موزیک ویدیوی دیگه آماده دارم، هنوز بیرون نیومده. موزیک ویدیوهایی هم که دارم ضبط میکنم همشون داریم کار میکنیم روشون، همشون داستانهای اتفاقات امروز که یکی از موزیک ویدیوهای من که پخش شده در رابطه با مسائل پناهندگی و اومدن یه سری مهاجر به سمت اروپا است که تو راه چه اتفاقاتی براشون میفته. من این اتفاقا رو بازی کردم درش و خوندم. و میشه در پایان صحبت یکم پاره ترانه کردی برای تماشابینای تاجیک کردی بخونم؟ خزم قوم بجیش لداشت شهر ویرانه
لدوی ناکاویم ناکیشم پشیمانی مردن چترا لو حالیا آخور لم زندگانی لمیجه زور لمیجه یار سیرت کردوم لیره زکاتی چاوا کانت بمدایم ما چی خیره قریب و سر گردانیم آخرم روما والیرایم گرند الله لی زردایا بجنده شطلا شلیرایم. ممنون. منم از طرف خودم و تمام هموطنان عزیز خودم در کردستان در ایران میگم که از صمیم قلب تمام مردم تاجیکستان رو دوست دارم و آرزوی سلامتی براشون دارم و امیدوارم که به زودی بتونم بیام تاجیکستان و از نزدیک ببینمشون. تشکر زیاد. مرسی از شما.